میدونی چرا بعضی ویدیوها بدون سابسکرایبر هم وایرال میشن؟ رازش چیه؟ یه چیزی که خود یوتیوب همیشه روش تاکید میکنه، واچ تایم. و الان قراره توی کمتر از 2 دقیقه بفهمید چرا از همه چیز مهمتره. بریم سراغ تعریف ساده واچ تایم. واچ تایم یعنی مدت زمانی که بیننده واقعا ویدیوت رو نگاه میکنه. مثلا ویدیوی 5 دقیقه‌ای داری و کاربر فقط 3 دقیقه شو میبینه، واچ تایم اون کاربر میشه 3 دقیقه. یوتیوب میاد این زمانها رو جمع میکنه تا بفهمه ویدیوی تو چقدر واقعا جذابه. هرچی مجموع واچ تایم بالاتر باشه، یوتیوب بیشتر اون ویدیو رو به بقیه پیشنهاد میده. چرا الگوریتم اینقدر به واچ تایم اهمیت میده؟ الگوریتم دنبال این نیست که فقط کلیک بگیری، میخواد مطمئن بشه مخاطب تا آخر ویدیو رو نگاه میکنه، چون هر دقیقه‌ای که کاربر روی ویدیوهای تو میمونه یعنی زمان بیشتری توی یوتیوب سپری میکنه و این یعنی سود بیشتر برای پلتفرم. پس وقتی واچ تایم بالا باشه، یوتیوب ویدیوت رو به عنوان محتوای جذاب شناسایی میکنه و خودش پخش میکنه بدون اینکه حتی تبلیغش کنی. حالا سوال اینه چطور واچ تایم رو بالا ببریم؟ 3 تا نکته طلایی وجود داره. یکی شروع ویدیو. 3 تا 5 ثانیه اول ویدیو خیلی حیاتیه. شروع ویدیو باید سریع و جالب باشه. هوک قوی داشته باشه، یعنی مخاطب رو جذب کنی همون اول. دومی، وسط ویدیو ریتم رو حفظ کن. اگه از خودت فیلم میگیری، دوربین رو تغییر زاویه بده. بدون چهره کار میکنی، اون وسط هر 5 ثانیه یا 8 ثانیه تصاویر رو عوض کن که جذاب به نظر برسه. سومی، آخر ویدیو شما باید یه وعده بدی. مثلا بگی که توی ویدیو بعدی یه راز مهمتر رو میگم که کاربر کنجکاو بشه و بیاد سابسکرایب کنه کانال تو و کنجکاو بشه که ویدیو بعدی تو نگاه کنه. یه نکته ساده وجود داره که واچ تایم تو قطعی و 100% بالا میبره. به این صورت که در ابتدا یه قولی میدی و پاسخ اون قول رو در انتهای ویدیو میدی. در اول ویدیو یه وعده بده و جوابش رو آخر بده تا رتنشن بالا بره. مثلا آخر ویدیو یه نکته میگم که اگه اجراش کنی واچ تایم 2 برابر میشه. پس یادت نره واچ تایم فقط یه عدد نیست، کلیدیه که الگوریتم باهاش تصمیم میگیره ویدیو تو وایرال بشه یا نه. ممنونم که با چراغ تیوب همراه بودین. اگه میخواین چراغ خاموش نشه، دکمه سابسکرایب رو بزن.